سلام به روی ماهتون. خیلی خوشحالم که امروزم کنار من هستید. یه داستان شنیدنی براتون آماده کردم که مطمئنم تا آخرش کنجکاوتون میکنه و میمونید که ببینید آخرش چی میشه. اگه از این داستان خوشتون میاد لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و با کامنتاتون از من حمایت کنید. حالا بریم سراغ داستان. همه چی از یه مهمونی شروع شد. مهمونی که از طرف یکی از دوستای صمیمیم دعوت شده بودم و تصمیم داشتم بدون اطلاع شوهرم برم. شوهرم مرد غیرتی بود و اجازه نمیداد جایی برم. ولی آتوسا اونقدر اصرار کرد که بالاخره موفق شد مخمو بزنه. من زیبام. شاید اونقدر زیبا نباشم، اما اسمم زیباست. از بچگی یواشکی عاشق پسرداییم بودم و این عشق تو تمام وجودم ریشه زده بود. روزی که داییم منو واسه خسرو خواستگاری کرد رو ابرا بودم. چهرم معمولی بود اما بازم خواستگار داشتم. همه رو به عشق این که یه روزی خسرو پا پیش بذاره رد کردم تا بالاخره خدا صدامو شنید. روزی که داییم اومد و با پدرم راجع به ازدواج من و خسرو حرف زد، سرمو بردم داخل بالشت و از خوشحالی جیغ می زدم. خسرو همونی بود که می خواستم. قد بلند بود و چهارشونه. چشمای قهوه‌ای روشنش دلمو می لرزون. صدای وم و لحن صحبتش منو به یه خلسه شیرین فرو می برد. روز خواستگاری وقتی رفتیم تو اتاق بهم گفت زیبا میخوام بدونی هیچ وقت به چشم زن خودم نگاهت نمی کردم و اینو گفتم فکر نکنی نگاهام بهت منظور دار بوده، ولی از الان به بعد میخوام خانومم بشی و میخوام با عشق نگاهت کنم. من دلم میلرزید برای صداقت و محبتش. بعد از نامزدیمون تازه متوجه شدم خسرو چقدر غیرتی و متعصبه. رو ابرا بودم از توجهش به خودم. 1 سال که نامزد موندیم تا سربازیش تموم شه، تو این مدت حتی از دورم حواسش بهم بود. با کی میرم، با کی میام، کجا میرم، کیا هستن. اوایل برام این غیرتش جذاب بود و نشونه عشق. ولی کم کم داشتم اذیت می شدم. حتی اگه تو دانشگاه با یکی از همکلاسیام همکلام می شدم میفهمید خونم رو تو شیشه می کرد. اگه میفهمید جایی رفتم و بهش نگفتم تا چند روز با هم قهر می کرد. جوابم رو نمی داد و سرد رفتار می کرد. کم کم مادرم فهمید مشکلم چیه. بهم دلداری داد و گفت باباتم همین جوری بود. نگران نباش عزیزم. اون الان ازت دوره، حق داره نگرانت باشه. بهت قول میدم همین که برین سر خونه زندگیتون اعتماد همدیگه رو جلب کنی درست میشه. با حرفاش دلم آروم گرفت و سعی کردم دل به دل خسرو بدم تا بیشتر از این بینمون شکراب نشه. تو دانشگاه جواب هیچ کس رو نمیدادم. برام سخت بود، ولی وقتی میفهمیدم خسرو چجوری بهم محبت میکنه و بیشتر از قبل دوستم داره غرق لذت میشدم و تحمل میکردم. بالاخره سربازیش تموم شد و ما رفتیم سر خونه زندگیمون. اوایل خیلی سخت میگذشت. گاهی اشکم در میومد. 2 آدم متفاوت با افکار متفاوت بودیم. از لحاظ مالی هم خسرو دوست داشت روی پای خودمون وایسیم. برای همین سخت میگذشت بهم. ولی کم کم با هم کنار اومدیم. هنوزم میتونست قلبمو بلرزونه و همین برام کافی بود. طبق حرف مادرم تعصبای بیجای خسرو کم کم داشت کم رنگ میشد. اما هنوزم میشد گفت مرد غیرتی و هنوزم با مهمونی‌های غیر خانوادگی و دوستانه مخالف بود. 2 سال از زندگیمون زیر یک سقف میگذشت و کم کم داشت درسم تموم میشد. یه روز تو کافینت کنار دانشگاه یکی از دوستای صمیمیمو دیدم.
آتوسا: تا دیدمش یاد آتیشایی که تو مدرسه میسوزوندیم افتادم. با لبخند رفتم سمتش و صداش زدم. برگشت سمتم و با چشمای ریز شده نگاهم کرد. لبخندم و که دید چشماش گرم شد و گفت: زیبا خودتی؟ همدیگر رو با کلی شوق و ذوق بغل کردیم و اشک ریختیم. تازه فهمیدم که چقدر دلم براش تنگ شده بود. آدرس خونه و شمارمون رو به همدیگه دادیم و قرار شد بیشتر همو ببینیم. تازه یاد خسرو افتادم. از رفت و آمدایی که خانوادگی نبودن خوشش نمی اومد. همین که برگشتم خونه با عجله باهاش تماس گرفتم و توضیح دادم که دوست قدیمیمو دیدم و مجبور شدم بهش آدرس بدم. از عمد گفتم مجبور که زیاد گیر نده. وقتی حرفمو شنید گفت: خانومم، گفتم که زیاد اهل دوست و رفیق بازی نیستم. خوشم نمیاد تو هم باشی. تو ذوقم خورده بود. با صدایی که ناراحتی ازش مشخص بود گفتم: آخه تو بیشتر سر کاری. منم جز دانشگاه خونه هیچ جا نمیرم. حوصله‌م سر میره تو خونه. آتوسا دوست صمیمی دوران مدرسه منه. چی میشه بتونیم همو ببینیم؟ پوفی کشید و گفت: متأهله یا مجرد؟ سری با ذوق گفتم: مجرد عزیزم. کاملا به ازدواج اعتقادی نداره. با مادرش تنها زندگی میکنه. خواهرش ازدواج کردن و برادرم نداره. پدرشم 2 سال فوت کرده. همه خانومن. بعد چند لحظه مکث با نارضایتی گفت: باشه، فقط همین بار. باشه زیبا. اونقدر خوشحال شدم که از پشت گوشی براش بوس فرستادم و گفتم: وای عاشقتم. چشم آقا. از ذوقم خندید و بعد یکم حرف دیگه قطع کردیم. سریع زنگ زدم به آتوسا برای فرداش قرار گذاشتم. ذوق عجیبی داشتم. اونقدر فقط فک و فامیل دیده بودم که ذوق دیدن دوستامو داشتم. اون شب بهترین شام رو برای خسرو پختم و برای جبران اجازه‌ای که بهم داده. حتی به این فکر نمی کردم که چرا انقدر دارم از خودم به خاطرش میگذرم. فرداش شیرینی و چند نوع میوه و دسر درست کردم. منتظر آتوسا موندم. قرار بود ساعت 4 بیاد و شامو با هم بگذرونیم. از ظهر قرمه سبزی و بار گذاشتم و حسابی به خودم رسیدم. رأس ساعت رسید. از اون روز رفت و آمده و رابطه من و آتوسا دوباره شروع شد. اون شب با آتوسا اونقدر گفتیم و خندیدیم که نفهمیدیم کی ساعت 9 شد و خسرو اومد. با دیدنش اول دست و پامو گم کردم. با اینکه اجازه داده بود ولی همیشه جلوی نگاهش هول می شدم. به آتوسا از سختگیری‌های خسرو گفته بودم. خسرو سرسنگین سلام داد و خواست بره تو اتاق که آتوسا با حجب و حیای خاصی گفت: سلام آقا خسرو، ببخشید که دیر عرض ادب کردم. راستش این زیبای بی‌معرفت ما برای عروسیتونم دعوتم نکرد. واسه همین افتخار آشنایی باهاتون رو نداشتم. تبریک میگم. الهی خوشبخت باشید. خیلی به هم میایید. خسرو که از حرفای آتوسا خوشش اومده بود نگاه خاصی به من انداخت و رو به آتوسا گفت: ممنونم، لطف دارید. خوش اومدید، بفرمایید. از اینکه خسرو خوش اخلاق شده بود خوشحال شدم. با ذوق گفتم: عزیز دلم، لباساتو عوض کن، میز شام رو میچینم. خسرو لبخندی زد و بی حرف رفت تو اتاق. اون شب با وجود سکوت خسرو بازم به هم خوش گذشت. میشناختمش. سکوتش از ناراحتی نبود. از خستگی کار بود. بعد رفتن آتوسا بدون اینکه راجع به آتوسا چیزی بپرسه از کارش صحبت کرد و روز سختی که گذرونده بود. منم خوشحال از شرایط جدیدی که با اجازه خسرو به دست آورده بودم با اشتیاق به حرفاش گوش میدادم.
از اون شب راحت تر میتونستم آتوسا رو ببینم. هفته 3-4 بار با همدیگه قرار میذاشتیم و روحیه از دست رفتمم داشت برمیگشت. خسرو هم که میدید آتوسا دختر بدی نیست، منم شادتر از قبلم چیزی نمیگفت. ولی بیشتر مایل بود قرارمون خونه خودمون باشه نه جای دیگه. اونجوری که از زندگی آتوسا فهمیدم عاشق یکی شده بود که طرف بهش خیانت کرده بود و از اون روز به بعد آتوسا از همه مردا بیزار بود. سرگذشت تلخی داشت. با شنیدنش اشک ریختم و آتوسا هم سعی داشت بغض گلوشو پنهان کنه ولی موفق نبود. چندین بارم بهم گفت زیبا نمیخوام بدی بینت کنم عزیزم، ولی حس میکنم زیادی به شوهرت اعتماد داری. نمیگم بدی بین باش و دعوا را بنداز، ولی انقدر هم شل و وارفته نباش. واسه خودت میگم خواهر. منم میخندیدم و میگفتم تو خسرو رو نمیشناسی. حتی رمز گوشیش تاریخ تولد منه. چجوری میتونم بهش شک کنم آخه؟ آتوسا هم خندید و گفت دیوونه، من نگفتم شک کن. میگم هیچ وقت به هیچ کس اعتماد کامل نداشته باش. حرفاشو قبول نداشتم، ولی برای اینکه ناراحت نشه فقط یه لبخند زدم و چیزی نگفتم. آتوسا هر هفته میرفت مهمونی و دوستاش میومدن. از رنگ و لعاب خانمای اونجا، لباسهای عجیب غریبی که میپوشیدن و آرایشهای عجق وجقشون برام تعریف میکرد. دروغ چرا؟ دلم میخواست برم، ولی میدونستم که گفتنش به خسرو یعنی این که باید دور آتوسا رو خط میکشیدم. برای همین پا گذاشتم رو دلم و خواستم و تصمیم گرفتم فقط حسرت یه مهمونی رو داشته باشم به جای رفتن. 2-3 ماهی از رابطه دوباره من و آتوسا گذشته بود. من هر روز کنجکاویم برای رفتن به مهمونی بیشتر می شد. 1-2 بار سربسته به خسرو گفتم اگه دوست داره همکار یا دوستای متأهلش رو دعوت کنه. ولی واکنش تندی داد و گفت زیبا، چند بار باید بگم دوست ندارم پای رفیقامو به خونه باز کنم. آتوسا خانومم یه استثناست، چون دیدم چقدر حالتو خوب کرده، وگرنه همونم راضی نبوده. دیگه این بحثو باز نکن. ناامیدتر از قبل بیخیال می شدم و چیزی نمی گفتم. همه چیز تو زندگیمون خوب بود به جز همین مورد. خسرو همیشه گارد عجیبی می گرفت که کسی جز فک و فامیل بیان خونم. منم چیزی نمی گفتم و به خیال خودم گذر زمان این موضوع رو حل می کرد. به قول مامانم وقتی از زندگیمون راضی بودم چرا باید سر این مسئله کوچیک اوقات جفتمون رو زهر می کردم. یه روز که با آتوسا رفته بودیم خرید بهم گفت زیبا، من 2 روز دیگه دارم میرم مهمونی دوستم، بازم نمیخوای بیای؟ با خنده تلخی گفتم تو که میدونی خسرو اجازه نمیده، پس دیگه چی میگی؟ با هیجان برگشت سمتم و گفت قرار نیست خسرو بفهمه، فقط بیا با همدیگه بریم، همین. بهش بگو میای خونه ما، بذار خودش برسونتت. بعدش با همدیگه از اونجا میریم مهمونی، زودم برمیگردیم خونه ما که وقتی اومد دنبالت متوجه نشه. با چشمای گرد شده گفتم وای نه، من نمیتونم به خسرو دروغ بگم. پفی کشید و چشماشو تو کاسه سرش چرخوند. با طعنه گفت نترس، خسرو جونتو از دست نمیدی، یه شبه فقط. دروغم نمیگی، فقط همه حقیقتو نمیگی، همین. از آتوسا اصرار و از من انکار. اونقدر از سر و کولم بالا رفت و این کارو عادی جلوه داد که کم کم داشتم وسوسه می شدم. بالاخره با اکراه گفتم بذار فکرامو کنم. ولی میدونستم که این کارو میکنم. بدجوری وسوسه شده بودم که حرفا و دلداری های آتوسا باعثش بود. هرچند عذاب وجدان داشتم ولی میخواستم یه بار ریسک کنم. بالاخره روز مهمونی رسید. ناخودآگاه بیشتر از قبل به خسرو محبت میکردم. شاید به خاطر عذاب وجدانم بود، ولی حس عجیبی داشتم.
در حالی که حس عذاب وجدان داشتم احساس میکردم اون مهمونی رو باید برم. وقتی منو رسوند جلوی خونه آتوسا گفت مراقب خودت باش عزیزم. ساعت چند بیام دنبالت؟ حس کردم پشیمون شدم ولی دیگه دیر بود. با لبخند سرد و وارفته گفتم 9:30 بعد کارت بیا، با هم دیگه برمیگردیم خونه. و سریع پیاده شدم تا پشیمون نشده بودم. بعد یه تکبو خسرو رفت و من وارد خونه آتوسا شدم. از استرس همه وجودم یخ زده بود. آتوسا حاضر و آماده بود. فقط میموند آرایش من. دلم عجیب شور میزد. من که عذاب وجدانم رو گرفته بودم. تصمیم گرفتم حداقل یکم خوش بگذرونم که دلم نسوزه. بعد یه آرایش مختصر و پوشیدن لباسی که از قبل به آتوسا داده بودم برام تو خونش نگه داره راه افتادیم. خدا رو شکر خونه‌ای که توش مهمونی بود نزدیک بود و زود رسیدیم. زیر لب بسم الله گفتم و وارد شدم. بوی عطر و میوه و این چیزا که میکشم با همدیگه قاطی شده بود. آتوسا تقریبا با همه خوشوبش میکرد ولی من عین مجسمه کنارش وایساده بودم و با تعجب به بقیه نگاه میکردم. تا حالا از اینجور مهمونی ها نرفته بودم. اکثرا خانوم بودن ولی بینشون مرد هم بود. آتوسا به هم گفته بود مهمونی خانوادگیه. رفتم سمتش و کشوندمش یه گوشه. با عصبانیت گفتم آتوسا خدا بگم چی کارت کنه. تو که گفتی همه خانومن ولی اینجا که مرد هست. اگه خسرو بفهمه پوست از کلم میکنه به خدا. آتوسا خندید و گفت رنگ و روشو ببین تو رو خدا. چرا انقدر سفید شدی تو؟ اینا بعضیاشون با شوهراشون اومدن. کاری با ما ندارن که. آقا خسرو شما هم اگه اهل معاشرت بود دعوتش میکردیم که بیاد. صاحب مهمونی نرگس دوست صمیمی. تولدشه. خیلی هم دختر خوب و باحالیه. همیشه دنبال شلوغیه. به هر کسی هم گفته با خودشون همراه بیارن. منم تو رو آوردم. آینه دقت. بی خیال خوش بگذرون دیگه. نفسم و با صدا بیرون دادم و رفتم یه گوشه نشستم. آتوسا رو زیاد نمی دیدم ولی تا سرش خلوت می شد می اومد و با هم غیبت می کردیم. کم کم داشت به هم خوش می گذشت. دیدن افراد غریبه که هر کدوم یه شکل و عقیده داشتن از نظرم جالب بود. داشتم از پذیرایی مفصلی که می کردن استفاده می کردم که یهو صدای در اومد. فکر کردم حتما باز مهمون جدید براشون اومده چون خیلیا بعد ما اومدن. شیرینی خامه‌ای که سر چنگال زده بودم و تا بخورم تو دهنم خوش شد. وقتی مهمون جدید رو دیدم. خسرو؟ احساس کردم همه دنیا هوار شد سرم. حتی نمیتونستم شیرینی رو قورت بدم. بیشتر از دیدن خسرو، دیدن اون زن کنارش که با اشوه دستاشو دور بازوی خسرو حلقه کرده بود منو میخکوب کرد. حتی نمیدونستم چه عکس‌العملی باید نشون بدم. با تکونهای آتوسا به خودم اومدم. دستم رو گرفت و با خودش کشید توی اتاق. به محض اینکه پام رسید تو اتاق با صدای بلند زدم زیر گریه. جوری زار می زدم انگار عزیزی رو از دست دادم. آتوسا بغلم کرد و زیر گوشم دلداری میداد ولی هیچی نمیتونست آرومم کنه. از شدت عصبانیت دلم میخواست خسرو اون زن رو تیکه پاره کنم. بی هوا از بغلش اومدم بیرون و هجوم بردم سمت در. میخواستم برم سراغش و توف اندازم رو صورت جفتشون. لحظه آخر آتوسا دستم رو گرفت و نذاشت. نفهمیدم چی میگفتم. هزیون میگفتم انگار. مدام اسم خسرو و نارو رو به زبون می آوردم. آتوسا محکم تکونم داد تا به خودم بیام. با حرص گفت احمق نباش. گوشات با من زیبا. الان بری فقط همه چیزو به هم میریزی. من بهت گفته بودم هیچ وقت به مردا اعتماد کامل نداشته باش. نگفته بودم؟ با تردید نگاهش کردم و گفتم نکنه تو میدونستی آتوسا. مرگ من چیزی میدونستی؟ با اخم گفت دیوونه ای؟ من همچی چیزی رو بدونم و بهت نگم؟ منم مثل خودت جا خوردم ولی الان وقت جا زدن نیست. من نقشه بهتری دارم.
اونقدر فکرم درگیر بود که نفهمیدم چی میگه. حس میکردم از درون دارم آتیش میگیرم. ولی دست و پام عین یه تیکه یخ شده بود. قلبم تند میزد و زندگیمون رو به تموم میدیدم. آتوسا صورتمو گرفت بین دستاش و گفت پایه‌ای حق تو بگیریم یا نه؟ نمیفهمیدم چی میگه. با صدایی گرفته گفتم چی جوری؟ با نگاه خبیثانه‌ای گفت وقتشه حالا آقا خسرو رو بگیریم. ببین خسرو پسردایی تو فامیل نمیشه یه طرفه بدون مدرک کاری رو جلو ببری. بگی که خسرو بهت نارو زده. احمق نباش و بی برنامه تصمیم نگیر. گریه کن، خودتو خالی کن، ولی اینا رو بذار برای بعد اینکه حق تو گرفتی. بعد شروع کرد به تعریف نقشه‌ای که داشت. هر لحظه متعجب تر می شدم. آتوسا مغزش زیادی کار می کرد. شایدم من زیادی خنگ بودم. آره، زیادی ساده و زود باور بودم. از وقتی دست چپ و راستم رو شناخته بودم عاشق خسرو شده بودم و اگه میگفت بمیر براش میمردم. اینم شد دست مزدم. نارو. حالا که اون برای زندگیمون ارزش قائل نیست، چرا باید من باشم؟ با حرفای آتوسا رفتم تو فکر. به اصرار آتوسا همونجا تو اتاق موندیم. آتوسا به نرگس زنگ زد و ازش خواست بیاد تو اتاق. فقط در حد سلام و احوالپرسی و تبریک تولد دیده بودمش. ولی حالا قرار بود تو نقشمون کمکمون کنه. پوزخند زدم به سادگیم، به زندگیم. برای جمع جور کردن زندگیم دست به دامن غریبه ها شده بودم. نرگس با تعجب اومد تو اتاق. چشمای آرایش شدهش رو گرد کرد و گفت آتوسا تو اینجا چی کار میکنی؟ یه ساعته دارم دنبالت میگردم. فکر کردم رفتی. آتوسا سریع در و بست و تون به نرگس گفت اینا رو ول کن. فقط به هم بگو این مرده که تازه اومده اینجا کی بود؟ نرگس با تعجب پرسید کدوم؟ خسرو رو میگی؟ از شنیدن اسمش دلم ریخت. اخمام تو هم رفت. همه به اسم صداش میزدن، حتی غریبه ها. احساس میکردم تنها کسی که از همه با هم غریبه تره شوهرمه. آتوسا نیم نگاهی به من کرد و گفت آره خسرو. نرگس بی خیال شونه بالا انداخت و گفت نامزد بهاره است. بهاره رو میشناسی؟ از دوستای دانشگاه همه. با هم خیلی صمیمی نیستیم. ولی تو مهمونی هم دیگه شرکت میکنیم. حالا چی شده؟ به آوردن اسم نامزد چشمام سیاهی رفت. آتوسا با نگرانی نگاهم کرد. با لبهای خوش شده پرسیدم نامزد؟ یعنی عقد کردن؟ نرگس شونه بالا انداخت و گفت والا به هم گفت فعلا در حد محرمیت خوندن تا بتونن کارهای عقد و عروسیشون انجام بدن. فشارم افتاده بود. آتوسا اومد سمتم و شونه هامو ماساژ داد. نرگس با کلافگی گفت آتوسا بمیر بگو چی شده دیگه. من همه مهمونا رو رد کردم اومدم اینجا، تو واسه من 20 سالی طرح میکنی؟ آتوسا با غیظ گفت این خانومی که اینجا داره از حال میره زن همون آقای خسرو عاشقه، نامزد بهاره خانم شما. نرگس با چشمای گرد شده و لکنت گفت چی؟ شوخیه دیگه، دوربین مخفیه؟ آتوسا بی خیال شونه های منو ول کرد و رفت سمتش. گفت نرگس وقت توضیح ندارم، فقط نذار کسی بیاد تو این اتاق، خواهش میکنم. اصلا دوست ندارم تولدت به هم بخوره. من و زیبا همجا میشینیم تا خسرو بره، بعدش با هم میریم. نرگس هنوز مات و مبهوت ما رو نگاه میکرد. به سختی از جام بلند شدم و رفتم جلو. دستاشو گرفتم تو دستای سردم و گفتم ببخشید که آشناییمون اینجوری شد. ببخشید که مجبور شدی مهموناتو ول کنی بیای پیش ما. ولی خواهش میکنم نذار ما رو ببینه. من براش برنامه‌های زیادی دارم. نمیخوام همش به هم بخوره. نرگس با بغض یه دفعه بغلم کرد و با حال نزار گفت خاک تو سر بیلیاقتش کنن. مگه تو چی کم داشتی که بهت نارو زد؟ هر کی خیانت کنه باید سزاشو ببینه. منم با شما. از الان به بعد تو هم مثل آتوسایی برام.
از محبتش بغض کردم و خواستم چیزی بگم که از بغلم اومد بیرون و گفت بشینین، میگم ازتون اینجا پذیرایی کنن. رنگ به رو نداریم. بعدش یه جور آقایون رو دست به سر میکنم برن، مهمونی رو زنونه میکنم. اوکی؟ لبخند زدم و سرمو تکون دادم. بعد رفتنش رو به آتوسا گفتم چقدر مهربون و خونگرمه. ولی چرا یهو بغض کرد؟ آتوسا با چشمای قرمز شده نگاهم کرد و با پوزخند گفت نرگس از شوهرش 2 سال جدا شده. تو خونه خودش مچشو با یه زن از خودش بزرگتر گرفت. برای همین نسبت به نارو حساسیت خاصی داره. الانم مطمئنم داره مثل یه مار با طعنه به خسرو نگاه میکنه. با شنیدن اسم خسرو دوباره یاد بلایی که سرم اومده بود افتادم و سرم انداختم پایین. یعنی حالم دوباره خوب میشد. خوب دیگه برام معنایی نداشت. حس کسی رو داشتم که یهو میفهمید بچه خانوادش نیست، یا میفهمید چیزی که سالها دلش بهش خوش بوده دیگه مال اون نیست. حسم اونقدر بد و غیر قابل تحمل بود که حاضر بودم همون لحظه بمیرم. ولی همه چی به قبل مهمونی برمیگرد. از بیرون صدای دست و جیغ و رقص میومد. انگار قسمت بود من بیام این مهمونی و چشمم به روی حقیقت باز بشه. بعد چند دقیقه یه نفر برامون یه مقدار کیک و شربت آورد. از اینکه با نرگس آشنا شدم نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت. خوشحال از دوست جدیدی که داشتم، ناراحت از اینکه تو تولدش تلخ‌ترین راز زندگیم رو فهمیدم. یکم که گذشت صدای نرگس رو شنیدم که با خنده میگفت خب دیگه آقایون، کیکتونم که خوردیم، تشریف ببریم برای شام واحد بغلی که میخوایم جمع رو زنونه کنیم. مردای جمع با شوخی و خنده داشتن میرفتن بیرون. با تعجب به آتوسا گفتم چرا واحد بغلی؟ مگه خونه همسایه نیست؟ آتوسا در حالی که شقیقه‌هاش رو ماساژ میداد گفت خونه مادرشه. معمولاً تو مهمونیاش اونجا هم آماده میکنه واسه زنونه مردونه. آهانی گفتم و خواستم بهش بگم سریع بریم بیرون که صدای خسرو منو میخکوب کرد. خسرو داشت با عاشقانه ترین لحن ممکن رو به نرگس میگفت ای بابا نرگس خانوم، من تحمل یه لحظه دوری از خانوممو ندارم. نمیشه تعویض قائل شین من اینجا بمونم پیش بهاره جان؟ احساس کردم از بلندی دارم سقوط میکنم. دیگه نه چیزی میشنیدم نه چیزی میدیدم. فقط تاریکی مطلق. چشامو که باز کردم دیدم نرگس و آتوسا با چشمای نگران بالا سرم تو اتاق نشستن. یه سرمم تو دستم بود. با خجالت بلند شدم و گفتم وای ببخشید، باعث درد سرتون شدم. نرگس با مهربانی گفت عزیزم لازم نیست معذب باشی. الان اون مرتیکه رو بیرون کردم. فقط بهار بیرونه. من میبرمش تو یکی از اتاقا به بهانه نشون دادن نقاشیم. شما سریع برین. سرمت هم داره تموم میشه دیگه. فردا یه قرار میذارم همو میبینیم. منم پایه نقشتون هستم. از اینکه بین این همه حس بد میدیدم کسایی هستن که بتونم باهاشون درد و دل کنم خوشحال میشدم. ولی خوشحال برای اون حال من مضحک به نظر میرسید. من زندگیمو باخته بودم و نمیدونستم باید چجوری با خسرو مثل قبل رفتار کنم. بعد اینکه نرگس سرمو از دستم جدا کرد سریع با آتوسا زدیم بیرون. با نفس خودمونو به خونشون رسوندیم. قرار بود نیم ساعت بعدش که دوباره مردا برمیگشتن خونه نرگس آتوسا زنگ بزنه به خسرو بگه من حالم بد شده. نرگس هم همه حالاتشو زیر نظر بگیره و بهمون خبر بده. وقتش که شد آتوسا با گوشیم به خسرو زنگ زد. یکی دوباره اول جواب نداد. شاید اگه تو خونه بیخبر از همه جا بودم فکر میکردم کار داره و چند دقیقه بعدش زنگ میزدم. ولی وقتی میدونستم اونجاست و چرا جواب نمیده خونمو میخورد. آتوسا زنگ زد به نرگس. گفت خسرو با اخم به صفحه گوشی نگاه میکنه ولی نمیتونه جواب بده چون بهاره کنارش بوده.
سعی کردم قیافش رو به یاد بیارم. بهاره رو. یه دختر قد بلند، لاغرتر از من، اونقدر آرایش داشت که من توی عروسیمم اونقدر آرایش نکرده بودم. بینیش بی‌نقص بود. بینی من یه گوز کوچیک داشت ولی به عمل فکر نمی کردم. ولی اون بینیش عملی بود. اعتراف سختی بود ولی اون خیلی خوشگل‌تر از من بود. بغض کردم. با صدای لرزون به آتوسا گفتم مگه از خسرو قشنگتر تو دنیا نیست؟ مگه من تا یکی قشنگتر از خسرو رو دیدم؟ اونو فراموش کردم. چرا باید نارو بزنم بهش؟ اون حق نداشت با من این کارو بکنه. آتوسا اومد سمتم. سرمو تو بغلش گرفت. با گریه گفتم اگه ازم سیر شده بود باید اول ازم جدا میشد، بعد میرفت با هر کی که قشنگتره. دارم دیوونه میشم آتوسا. دارم دیوونه میشم. اونقدر گریه کردم تو بغلش که بیحال شدم. بعد چند دقیقه صدای زنگ گوشیم بلند شد. خسرو بود. با صدای گرفته و دلی شکسته جواب دادم. الو خسرو؟ صدای آهنگ و شلوغی نمی اومد. انگار رفته بود بیرون صحبت کنه. با لحن نگرانی گفت جانم عزیزم، چی شده؟ صدا چرا گرفته؟ از شنیدن صداش دوباره داغ دلم تازه شد. ولی نذاشتم بفهمه چقدر شکستم و خورد شدم. با همون لحن گفتم حالم بد شد. زنگ زدم بهت بگم بیا دنبالم ولی فکر کنم سرت شلوغه. آتوسا به هم سرم زد. الان تموم شد، میتونی بیای دنبالم؟ خسرو بعد چند ثانیه سکوت گفت چت شده قربونت برم؟ من مشتری دارم، کارم تموم شه میام دنبالت. مشتری؟ چشمامو با درد بستم. با محبت ساختگی گفتم خسته نباشی عزیزم، پس منتظرتم. بعد خداحافظی آتوسا به نرگس زنگ زد. اونم به همون گفت همین که بهار اومد پیش من خسرو سری رفت بیرون جواب تلفنشو داد. وقتی هم برگشت کلافه بود. بهاره ازش پرسید چی شده؟ اونم بهش گفت چیزی نیست عزیزم، برای خواهرم مشکلی پیش اومده، باید برم. بهار هم با ناراحتی گفت پس تو برو، من بعداً آژانس میگیرم برمیگردم. خسرو هم گفت غیرتم اجازه نمیده خانومم با آژانس بره. میرم پیشش، وقتی مهمونی تموم شد میام دنبالت میبرمت خونه. بعدش هم سرسری با هم خداحافظی کردن و رفتن. دیگه داشتم پس میافتادم. این همه فشار برام زیادی بود. 10 دقیقه نگذشت که خسرو زنگ زد گفت دم در منتظرمه. نفهمیدمش. چرا باید بترسه از این که من بفهمم؟ مگه از من ساده ترم بود؟ چرا باید نگرانم بشه؟ خسرو تبدیل شده بود به یه معمای مجهول تو زندگی. خسرو با دیدنم چشماش نگران شد. آتوسا زیر بغلمو گرفته بود تا ماشین برد. درسته حالم خوب نبود ولی نه اونقدری که نتونم راه برم. این بخشی از نقشه بود برای این که اون شب نمیتونستم باهاش عادی برخورد کنم، باید خودمو میزدم به مریضی. خسرو سریع اومد سمتم و گفت چی شده خانومم؟ خانومم. یاد حرفاش تو مهمونی به بهاره افتادم. چشمام پر از اشک شد. اشک توی چشماما که دید تعجب کرد و گفت یعنی اینقدر حالت بده؟ اصلا چی شد که حالت بد شد؟ برگشت سمت آتوسا که با غیظ نگاهش میکرد گفت چی شده آتوسا خانم؟ چیزی خورده؟ آتوسا با لحن سردی گفت نه یهو فشارش افتاد همین. خسرو با اخم گفت همین؟ نداره راه بره. آتوسا شونه بالا انداخت و چیزی نگفت. بعد اومد سمتم و بعد بوسیدن گونم گفت عزیزم مراقب خودت باش، فردا بهت سر میزنم. خسرو خونشو میخورد. دیگه ناراحتیش برام مهم نبود. منی که جونمو میدادم براش یه شب انقدر ازش دور شده بودم. تو راه خسرو مدام نگاهم میکرد ولی من زل زده بودم به بیرون. هر کاری میکردم نمیتونستم تظاهر کنم. طاقت نیاورد و پرسید چرا چیزی نمیگی زیبا؟ احساس میکنم یه چیزیت هست. تو دلم هزاران بار سرش داد زدم. به نارو متهمش کردم ولی همه سعیمو کردم به روم نیارم. برگشتم سمتش و لبخند زدم. گفتم
الان که میبینمت خوبم عشقم. نمیدونم فشارم چرا یهو افتاد، ولی الان خوبم. نمیشه یه 2 دقیقه واسه شوهرم ناز کنم؟ خسرو چشماش برق زد و دستمو گرفت و دستاش. داشتم عذاب میکشیدم. دستاش تا همین 1 ساعت پیش تو دست بهاره بود. نامحسوس دستم از زیر دستش کشیدم بیرون و گفتم چه خبر؟ زیر چشمی نگاهم کرد و گفت هیچی، مثل همیشه. به تو خوش گذشت؟ میخواستم بگم به تو بیشتر خوش گذشت، ولی جلوی زبونمو گرفتم. لبخندی نیمه‌ای زدم و گفتم آره خوب بود، فقط خیلی خوابم میاد. سرعت ماشین رو بیشتر کرد و گفت به خاطر ضعفه. الان میریم خونه، بخواب عزیزم. رو بهش گفتم پس شام چی؟ چیزی خوردی؟ با تته پته گفت یه چیزایی تو مغازه خوردم. تو به این چیزا فکر نکن. چشمامو بستم و به گذشته فکر کردم. انگار تازه داشت بهونه‌های جور و جور برام معنی پیدا می‌کرد. چقدر ساده بودم. چقدر تو خلوتش بهم میخندید. میگفت دیر میام مشتری دارم، من نگران خستگیش میشدم. میگفت بیرون یه چیزی خوردم، تو راحت شامتو بخور، من نگران معدش میشدم. میگفت مهمونی نریم، مهمونی ندیم، من قربون غیرتش میرفتم. به خودم اعتراف کردم حقمه. من همیشه در دسترس خسرو بودم. زیادی عاشقش بودم. خسرو لایق این همه اعتماد نبود. لایق این همه احساسی که من به پاش میریختم نبود. نفهمیدم کی رسیدیم خونه. اومد سمتم کمکم کنه، رفتیم داخل. خسرو بوی عطر میداد. عطرش هم مردونه نبود. شاید بارها این عطر رو کتش احساس کرده بودم، ولی حتی به ذهنم خطور نمی کرد که عطر یه زن روی کتش باشه. همش میگفتم تو مغازه رفت و آمد زیاده، حتما همه بوها با هم مخلوط شدن روی کتش نشستن. انگار یکی کنار گوشم یه بشکن زده بود و منو از خواب بیدار کرده بود. به بهونه خستگی و سردرد خودم رو به خواب زدم. مطمئن بودم میره دنبال بهاره. 1/2 ساعتی گذشت که گوشیش زنگ خورد. اول اومد تو اتاق چک کنه ببینه بیدارم یا نه. بعد در رو آروم بست و گوشیشو جواب داد. جانم؟ آره عزیزم، حالش یکم بد شده بود، الان بهتره. نه قربونت برم، الان جلوت میام. قهقهه آروم زد و گفت شیطون نشو، 10 دقیقه دیگه پیشتم. قطع کرد و با کمترین صدای ممکن در رو بست و رفت. بغضم شکست. یعنی چند بار منو اینجوری گال گذاشته و رفته. داشتم دیوونه می شدم. وقتش بود. بیدار شدم و رفتم نشستم رو صندلی آشپزخونه. یه لیوان چای گذاشتم روبروم و به بخارش خیره شدم. بعد 1/2 ساعت اومد. با دیدنم به وضوح جا خورد. لبخند سردی زدم و گفتم کجا بودی؟ نمیدونست چی بگه. حالتاشو حفظ بودم. داشت دنبال بهونه میگشت. یه بهونه درست حسابی. 1 دقیقه انگار که یه چیزی به ذهنش اومده باشه انرژی گرفت و گفت انقدر هلهلکی اومدم دنبالت یادم رفته بود گفت بزنم به کرکره مغازه. رفتم زدم برگشتم عزیزم. تو چرا بیدار شدی؟ سرت بهتره؟ غمگین خندیدم. چقدر خوب دروغ میگفت. آدم هوس میکرد باور کنه. تو افکار خودم بودم که صداشو شنیدم. با حرفی که زد تمام تنم یخ کرد. با بیخیالی گفت زیبا، باز چند روزه باید برم تهران واسه مغازه خرید کنم. برو خونه این مامانت اینا، تنها نباشی قربونت برم. طبیعی بود. هر 1 ماه یا 40 روز میرفت خرید. اون موقع با دلتنگی زیادی که داشتم میرفتم خونه مادرم تا بتونم 2-3 روز دوریش رو تحمل کنم. اما حالا که میدونستم اوضاعش چه قراره، میدونستم قراره بره پیش بهاره، نمیتونستم تحمل کنم. برای همین با لبخند گفتم خیلی وقت با هم سفر نرفتیم خسرو جان. این بار منم باهات میام. چایی که داشت میخورد پرید تو گلوش. خبیثانه لبخند زدم و گفتم اوه،
حالا انقدر ذوق نکن، خجالت میکشم. حالش که جا آمد با چشمای گشاد شده گفت چی گفتی زیبا؟ میدونی خوش ندارم ببرمت جایی که همه مرد باشن. حالا میگی تو هم میای؟ اخماش رفته بود تو هم. لبخند زدم و گفتم عزیز دلم ناراحتی نداره که، یه اتاق کوچیک میگیری، من میمونم اونجا، تو برو خریداتو بکن بعد بیا با هم برگردیم. معلوم بود تو بعد مخمسه گیر افتاده. بی توجه به بقیه چاییش از جاش بلند شد و گفت همین که گفتم زیبا، تو که رو حرف من حرف نمیزدی. تو دلم گفتم احمق بودم که حرف نمیزدم. لیاقت این همه کنار اومدن من و محبت و عشق منو نداشتی. بدون اینکه به روی خودم بیارم گفتم پس میگم آتوسا بیاد اینجا پیشم بمونه. خسرو با چشمای ریز شده گفت یه چیزی هست زیبا، میدونی خوشم نمیاد از رفیق بازی. بعد میگی 3-4 روز رفیقاتو بیاری خونه. رفتم جلوش وایسادم گفتم پس سعی کن زودتر بیای که رفیقم 3-4 روز نمونه اینجا عزیزم. رفتم سمت اتاق. این تغییر براش لازم بود. هنوز مونده بود تا اون روی منو بشناسه. صدای خسرو رو شنیدم که حالا کمی عصبانیتم چاشنی صداش شده بود. زیبا 2 روز با این دختر گشتی، اخلاقات از این رو به اون رو شده. دیگه نمیخوام باهاش بگردی. آهان، رسیدیم به همونجا که من میخواستم. برگشتم سمتش و گفتم باشه عزیزم، فقط یه شرط داره. چشماش برق زد و گفت چه شرطی؟ شونه هامو بالا انداختم و گفتم این که منم باهات بیام تهران. لباش از عصبانیت جمع کرد و گفت حرفشم نزن. بغضم گرفت ولی آروم گفتم پس تو هم حرفشو نزن عشقم. من تنها نمیمونم تو خونه. خونه مامانم اینا هم نمیرم. آتوسا میاد پیشم. مطمئن باش هیچ ضرری برای زندگیمون نداره. خسرو دیگه حرفی نزد ولی دلخوری از چهرش مشخص بود. اگه من زیبای قبل بودم الان میرفتم سراغش، منت کشی میکردم و ازش میخواستم منو ببخشه. تهشم همون میشد که اون میخواست. اون میدونست من این کارو میکنم که قهر کرد و رفت روی مبل دراز کشید. ولی نمیدونست من دیگه زیبای قبل نیستم و نمیشم. رفتم تو اتاق، درو بستم و سعی کردم بخوابم. اونقدر فشار عصبی اون شب روم بود که خیلی زود خوابم برد. صبح که بیدار شدم خسرو نبود. دیگه باید با این شرایط عادت میکردم. سخت بود ولی میشد. بغضم رو گورت دادم و رفتم سراغ صبحونه. چایهای دیشبمون هنوز روی میز بود. پس بدون صبحونه رفته بود. زیبای قبلی الان باید بهش زنگ میزد، با گریه میگفت چرا صبحونه نخورده رفته، کلی بهش اصرار میکرد که حتما چیزی بخوره تا معدش درد نگیره. ولی اون زیبا مرده بود. برای خودم صبحونه مفصلی چیدم و خوردم. آتوسا که زنگ زد همه چی رو براش تعریف کردم. با خنده گفت بابا باریکلا، من گفتم الان همه چیزو میذاری کف دستش. تلخ خندیدم گفتم خودمم باورم نمیشه اینجوری تغییر کنم. ولی نارو داغیه که همه چیو ذوب میکنه و تو خودش حل میکنه. زیبای قبلی رو از بین برد، حالا یه نسخه جدید از خودم دارم میبینم. آتوسا با ناراحتی داشت دلداری میداد ولی یهو انگار یه چیزی یادش اومده و گفت زیبا. گوشی رو از گوشم فاصله دادم و گفتم چته، چرا داد میزنی؟ کر شدم. با هیجان گفت فکر کنم میخواد بره کیش. زیر پام خالی شد انگار. به سختی پرسیدم کجا؟ گفت کیش. نرگس زنگ زد گفت بهار دیشب بهش گفته میخواد با خسرو 3-4 روز بره کیش و بگرده. داشتم از قصه دق میکردم. زدم زیر گریه و گفتم حالا چی کار کنم آتوسا؟ با عصبانیت گفت هر کار جز گریه و آبگوره. به نرگس میگن ساعت دقیق پروازشون رو یه جوری از زیر زبان بهاره بکشه بیرون. خب بعدش ما وارد عمل میشیم، میریم فرودگاه، اونجا اسمشو در میاریم تا مدرک داشته باشیم ازش. بعدش هم واسه این 3-4 روز یه برنامه توپ برات میچینم
تا از این حال و هوا در بیای. پوزخندی زدم. مگه میشد از این حال و هوا در بیام؟ اونم درست فردای شبی که فهمیدم شوهرم بهم نارا زده. ناچارم قبول کردم. بعد یکم صحبت دیگه قطع کردیم. طبق روال خواستم برم سراغ نهار، ولی وسط راه از حرکت وایستادم. امروز میخوام برای خودم باشم. از کشویی که خسرو همیشه توش پول میذاشت یه مقدار پول برداشتم. آماده شدم رفتم بیرون. میخواستم فقط برای خودم خرید کنم. انگار تازه داشتم خودمو میدیدم. همیشه به خاطر رعایت جیب خسرو پا روی دلم و خواسته ها میذاشتم. عاشق مسافرت بودم، ولی وقتی خسرو میگفت پول زیادی نداریم یا میگفت الان فصل مشتریه بذار پول جمع کنم، 2 روز دیگه میریم شمال برمیگردیم، سعی میکردم درکش کنم و بهش فشار نیارم. لوازم آرایشی کمی داشتم. اونا هم مثل همه قدیمی شده بودن. لباسامو سعی میکردم نو نگه دارم تا خسرو بتونه پول جمع کنه و بهش فشار نیاد. ولی دیگه تموم شد. داشت با نامزدش میرفت کیش. براش رویایی میکردم. به خودم گل دادم کاری کنم اون سفر بهش زهر بشه. همه پول رو وسیله برای خودم خریدم. از لوازم آرایشی، لاک تا لباسهای خونه شیک و مورد علاقه. آخرشم رفتم یه پیتزا رو تنهایی تموم کردم و برگشتم خونه. با وجود همه غمی که داشتم اون روز حس خوبی پیدا کرده بودم. انگار وجود و خواسته های خودم رو تازه داشتم پیدا می کردم. وقتی برگشتم خونه، خسرو خونه بود. میدونستم قراره داد و بیداد راه بندازه، ولی دیگه برام مهم نبود. همین که کلید انداختم و درو باز کردم با چهره برزخی خسرو روبرو شدم. زیر لب سلامی دادم و رفتم سمت اتاق که خریدمو بذارم. صدای دورگه خسرو رو شنیدم. به به، زیبا خانم از این ورا. با چشمه خسته بهش نگاه کردم و گفتم باز چی شده خسرو؟ اومد سمتم و مچ دستم رو تو دستش گرفت. اونقدر محکم فشار میداد که اشک تو چشمام جمع شده بود. گرید باز چی شده؟ خوبه، کلمات جدید میشنوم. کارهای جدید میبینم ازت. همه هنرهای رفیقتو یاد گرفتی آره؟ دستم و محکم از تو دستش کشیدم بیرون. با آرامش ساختگی گفتم نه عزیزم، خیلی وقت بود خرید نرفته بودم. وسیله زیاد لازم داشتم. طول کشید. من بیرون نهار خوردم. تو چیزی خوردی؟ رفتم تو آشپزخونه. چشماش تا آخرین حد گشاد شده بود. شک نداشتم. اگه میشد 2 تا شاخ رو سرش سبز میشد. با صدای وارفته گفت چی؟ از این عادتا نداشتی زیبا؟ کجا رفتی غذا خوردی؟ پسر زیاد اونجا بود؟ وای زیبا الان سکته میکنم. لبخندی زدم و گفتم تو همون پاساژی رفتم که خرید کردم. یه فسفود کوچیک داشت. رفتم اونجا خوردم. نه اتفاقا همه خانواده بودن، ولی تو هیچ وقت برای من خرید نکردی. وقت نداری خسرو جان، برای همین تنها رفتم. خسرو نمیدونست سرشو به کدوم دیوار بکوبه. کاش میشد راهنماییش کنم و بگم همین دیوار آشپزخونه عالیه. بی حرف کتشو برداشت و رفت بیرون. نقاب بی تفاوتیم افتاد و همونجا رو صندلی نشستم. زندگیم از هم پاشیده بود. مدام فکر میکردم بازم میشه با خسرو موند یا نه، ولی به هیچ جوابی نمیرسیدم. بعد 10 دقیقه زل زدن به میز آشپزخونه از جام بلند شدم. رفتم تو اتاق. چشمم که به خرید افتاد، لبخند کمرنگی رو لبم نشست. لباسا رو گذاشتم تو کمد. لوازم آرایشیرم روی میز آرایشم چیدم. رفتم یه دوش گرفتم، اومدم نشستم، آرایش کردم. یکی از لباسایی که تازه خریده بودم و پوشیدم. جلوی آینه وایستادم. زشت نبودم. با آرایش بهترم می شدم. قدم متوسط بود. نه خیلی لاغر بودم نه توپل. نمیگم همه چی تموم بودم، ولی اونقدرم بد نبودم که خسرو بخواد بهم نارو بزنه. پوزخند زدم و یاد حرف آتوسا افتادم که میگفت زیباترین زن جهانم که باشی، اگه مردت مرد نباشه بهت نارو میزنه. آهی کشیدم و رفتم سراغ کارا. از آتوسا خواستم
دوباره مزاحم نرگس بشه و ببینه الان بهاره چی کار میکنه. سر شلوغ بود، برای همین شماره نرگس رو بهم داد تا خودم باهاش تماس بگیرم. نرگس هم یه بهونه پیدا کرد و زنگ زد به بهاره. وقتی نرگس داشت برام تعریف میکرد صداش شبیه بهاره تو دماغه کرد و گفت عزیزم با خسرو بیرونم. منو باش فکر میکردم اونقدر حالش بده حتما داره تو مغازه هرس میخوره. توی تصمیم آنی به نرگس گفتم بیاد خونمون. قرار بود حالاها نرگس و خسرو با هم دیگه رو در رو نشن. ولی دیگه نمیتونستم تحمل کنم. نرگس کلی سعی کرد منصرفم کنه ولی نتونست. با آتوسا اومدن خونمون و هر سه با استرس و هیجان منتظر اومدن خسرو بودیم. قرار بود نرگس رو به عنوان دوست صمیمی دوران گذشتم که از طریق آتوسا پیداش کرده بودم معرفی کنم. قیافه خسرو وقتی میدید نرگس اونجاست دیدنی میشد. مشغول صحبت بودیم که صدای قفل در اومد. نرگس چشماشو ریز کرد و گفت طبیعی باش، به صحبت ادامه بده. با اینکه دست و پام یخ کرده بود ولی خودمو خونسرد نشون دادم. خسرو با دیدن ما همونجا جلوی در خشکش زد. نرگس با تعجب و ساختگی بهش نگاه میکرد. حالا وقتش بود. خسرو نمیدونست منو با ظاهر جدیدی که ساخته بودم نگاه کنه یا نرگس رو که با چشمای گرد شده زل زده بود بهش. با لبخند رفتم سمتش و گفتم عزیزم خسته نباشی. ببخشید یادم رفت بگم. به سمت نرگس اشاره کردم و گفتم نرگس شون یکی از صمیمی‌ترین دوستای منه که از طریق آتوسا پیداش کردم. بعد رو کردم سمت نرگس و گفتم نرگس شون ایشونم خسرو جان همسر و پسردایی بنده که توی مردی و مردونگی همتا نداره. خسرو در جا قرمز شد. با لکنتی که تا حالا ازش ندیده بودم رو به نرگس گفت سلام حال شما. نرگس که انگار داشت از دیدن دستپاچگیش لذت می‌برد با لبخند کجی گفت ممنون عالیم. مگه میشه زیبا جون رو بعد مدت‌ها ببینم و خوب نباشم؟ شما خوب هستید؟ خسرو با استیصال نگاش کرد. حتی اگه چیزی نمیدونستم بازم با این نگاه ها مشکوک می شدم. خسرو با صورت قرمز شده گفت ممنون از آشنایی شما خوشبختم. رو به من گفت پس زیبا جان من میرم یه ساعت دیگه میام. مزاحمتون نباشم. به حق چیزایی ندیده. خسرو الان باید اخماشو تو هم میکرد میرفت اتاق و در رو محکم میبست. نه اینکه انقدر محجوبانه برخورد کنه. برای همین با تعجب نگاش کردم که بدون از رفتارش حیرت کردم. نرگس با خنده گفت بفرمایید خواهش میکنم خونه خودتونه. ما هم کم کم باید بریم. فقط شما قیافتون خیلی آشناست. ما جای همدیگر رو ندیدیم؟ شک ساختگی تو قیافم ریختم و به خسرو نگاه کردم. هر لحظه رنگش تیره تر می شد. نمیدونست چی بگه که آتوسا به حرف اومد. گفت اتفاقا منم همچین فکری کردم اولش نرگس شون. ولی بعضی قیافا اینجورین که انگار خیلی دیدیشون. بی خیال بشین بقیه تولدتو تعریف کن عزیزم. حیف شد من نبودم و با زیبا قرار داشتم. بعدشم میدونی که جایی که بهاره باشه من نمیام. خسرو همچنان دم در داشت با تعجب به حرفاشون گوش میداد. نرگس با شنیدن اسم بهاره زیرچشی به خسرو که هنوز مات و مبهوت بهش نگاه میکرد نگاهی انداخت و با پوزخند گفت کاش میومدی و زیبارم با خودت میآوردی آتوسا جون. آخه خیلی خوش گذشت به همه. بی توجه به خسرو به جمعشون اضافه شدم و گفتم بهاره کیه نرگس شون؟ نرگس با دلسوزی نگاهم کرد و گفت یکی از دوستای منه که آتوسا باهاش میونه خوبی نداره. اتفاقا تازم نامزد کرده. اگه موافق باشی یه قرار بذاری هم آتوسا قیافه جدیدشو ببینه هم با تو آشنا شه. خسرو داشت پس می افتاد. بی حرف رفت تو اتاق ولی حرکاتشو زیر نظر داشتم. داشت می افتاد که دستش از آپن آشپزخونه گرفت. نرگس خندش گرفت ولی چیزی نگفت. با صدای بلندتری صحبت کردم که خسرو هم بشنوه. گفتم
خب عزیزم امروز می‌آوردیش با خودت. نرگس با خنده گفت داره میره کیش با نامزدش. آتوسا با صدای آروم لب زد بسه بچه‌ها دیگه زیاده روی کردی. بهتره راجع به چیزای دیگه با هم حرف بزنیم. نرگس سر تکون داد و گفت زیبا راستی سر کار نمیری؟ واقعا گفتم خسرو موافق کار کردنم نیست نرگس جون، وگرنه از خدامه. خسرو با همون لباسای بیرون اومد رفت آشپزخونه و آب یخ از یخچال برداشت و سر کشید. حق داشت. گناهکار بود. هر لحظه ترس داشت که برملا بشه رازش. یکم دیگه با بچه ها حرف زدیم و قصد رفتن کردن. وقت اجرای نقشه دوم بود. با چشمک با آتوسا بهش فهموندم که یه کاری کنه. آتوسا گفت راستی زیبا خریدایی که گفتی رو نشونم ندادی که. همون تیشرتی که گفتی برای منم خوبه رو ببینم، اگه شد فردا برم بخرمش. نرگس سری گفت پس تا من برم ماشین رو روشن کنم تو هم بیا آتوسا. رو به من گفت خیلی خوش گذشت زیبا جون، امیدوارم دیگه گمت نکنم رفیق قدیمی. بغلش کردم و زیر گوشش فقط گفتم ممنونم که انقدر خوبی. نرگس بعد خداحافظی سرسری با خسرو از در رفت بیرون. من و آتوسا هم رفتیم اتاق. صدای خسرو رو شنیدم که گفت زیبا جان من برم از ماشین یه چیزی بردارم بیام. بدون اینکه منتظر جوابم بمونه رفت بیرون. حدسمون درست بود. همه چی طبق نقشمون داشت پیش میرفت. الان حتما میرفت پیش نرگس و باهاش راجع به اینکه چیزی به من نگه صحبت میکرد. نرگس هم صداشو ضبط میکرد تا مدرک داشته باشه. از بالای پارکینگ نگاه کردم. داشتن با هم حرف میزدن. گوشیمو برداشتم و ازشون عکس گرفتم. قلبم داشت از سینم میزد بیرون. آتوسا بغلم کرد و گفت زیبا تحمل کن. هرچند قرار نبود به این زودی این کارو کنیم، ولی همین چند روزو تحمل کن تا رسواش کنیم. همه مدارکو که جمع کردی میری پیش داییت بهش نشون میدی، فهمیدی؟ بس هر چقدر از سادگیت سوء استفاده کرده. نفس عمیقی کشیدم. با درد گفتم ازتون ممنونم. خدا شماها رو سر راهم گذاشت تا بفهمم که تو چه خیال خوشی دارم زندگی میکنم. بفهمم خیلی وقت حق زندگی ازم گرفته شده و حالیم نیست. دستمو فشرد و بعد خداحافظی رفت. خودمو با جمع کردن ظرف و استکانا مشغول کردم تا اشک نریزم. فعلا وقت وادادن نبود. خسرو با چند دقیقه تأخیر اومد بالا. اخماش حسابی تو هم بود. با دیدنم گفت چقدر لباسات بهت میاد. لبخند زدم و چیزی نگفتم. نیم پا اون پا میکرد که چیزی بگه. خودم پیش دستی کردم گفتم راستی وسایلتو آماده کردم برای سفر. کی میری؟ میدونستم بلیتش برای پس فرداست ولی نباید به روی خودم میآوردم. با مکس گفت فردا میرم. تعجب کردم چرا فردا؟ ولی به جاش مثل همیشه گفتم به سلامتی بری و برگردی. خسرو اومد سمتم و روی موهامو بوسید. متعجب از تغییر رفتارش برگشتم سمتش. با خنده چشمک زد و گفت اگه میدونستم انقدر لباسای خوشگلی گرفتی اونقدر داد و هوا راه نمینداختم. خودم ازش با خنده مصنوعی جدا کردم و گفتم هیچ وقت نمیذاری توضیح بدم. اول داد میزنی بعد توضیح میخوای. آروم گفت ببخشید خانومم. دیگه نتونستم تعجبم رو پنهان کنم. برگشتم سمتش و گفتم جدی خودتی داری عذرخواهی میکنی؟ لبخند زد و گفت چیه بهم نمیاد؟ گفتم چرا اتفاقا خیلی بهت میاد. بی زحمت هر روز عذرخواهی کن. تو دلم ادامه دادم وقت غلط کردنتم میرسه عزیزم صبور باش. دیگه از نزدیک شدن بهش چندشم میشد. حتی دستمو که میگرفت یاد دستای بهاره میافتادم و حالم بد میشد. دیگه به نظرم این زندگی ادامه دادن نداشت. نمیتونستم تحمل کنم. گاهی وقتا آدم فقط میشنوه یا میخونه که بهش نارو زدن.
ولی من با چشمای خودم همه چیزو دیدم. دیدم که دستشو بوسید، دیدم که بغلش کرد و این دیدنها منو روانی کرده بود. نمیتونستم فراموش کنم. جالب بود که خسرو هیچ چیزی از نرگس و دوستام نپرسید اون شب. صبح روز بعدش خسرو رو با قرآن و یک کاسه آب راهی کردم. خسته شده بودم از تظاهر به اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده. حالا که رفته بود میتونستم راحت خودم باشم. قبل رفتنش بازم تاکید کرد برم خونه مادرم، ولی من گفتم بهت خبر میدم هر جا رفتم. اونم با اخم تکبوقی زد و رفت. رفتم خونه و سریع به نرگس زنگ زدم. صدای خسته و خوابالودش که پیچید تو گوشم خجالت کشیدم از اینکه اون وقت صبح مزاحمش شدم. با خجالت گفتم وای ببخشید نرگس جون، اصلاً حواسم به ساعت نبود. ولی نرگس با مهربونی گفت اشکال نداره عزیزم، درکت میکنم جانم. با خجالت گفتم راستش میخواستم بپرسم دیروز خسرو چی گفت. نرگس که انگار خواب از سرش پریده بود با هیجان گفت تلگرامتو چک نکردی؟ با تعجب گفتم نه اصلاً وقت نکردم. چطور؟ گفت همین الان چک کن. با خداحافظی سرسری قطع کردم و وارد تلگرام شدم. یه صدا بود. بازش که کردم فهمیدم صحبتهای دیروزشونو همون موقع برام فرستاده. با استرس و دست لرزون بازش کردم. صدای خسرو بود که میگفت نرگس خانم میشه چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ نرگس گفت بفرمایید میشنوم. اگه بالا چیزی نگفتم فقط به خاطر اینه که باید اول مطمئن بشم این وسط چه خبره. بعد به بهترین دوستم همه چیز رو بگم. صدای خسرو التماس داشت. با شرم گفت خواهش میکنم چیزی به زیبا نگید. اونجوری که فکر میکنید نیست. نرگس با خشم گفت میشه بپرسم چه جوریه؟ شما چند روز پیش با بهار اومدی تولدم به عنوان نامزدش. حالا میام خونه دوست دیگه هم میبینم اینجا به عنوان شوهرش به من معرفی میشی. چرا نباید چیزی به زیبا بگم؟ خسرو چند لحظه مکث کرد. بعدش چیزی گفت که چشمام از تعجب گرد شد. خسرو با صدایی که 30 سال ازش میبارید گفت نرگس خانم، من و بهاره قبل از زیبا همو دوست داشتیم، ولی خانواده همون اجازه نمیدادن. خانواده اون چون من یه سرباز آس و پاس بودم، خانواده من چون زیبا رو برام در نظر گرفته بودن. ما مجبور شدیم از هم یه مدت دور باشیم تا من کاروبارم ردیف شه. ولی بهاره تو این مدت بهم گفت فراموشم کرده. منم با اینکه داغون شده بودم سعی کردم یه فرصت به خودم و زیبا بدم. همه دوستام و بعضی از پسرای فامیل میدونستن من بهاره رو چقدر دوست داشتم. تا الان همه چیز از زیبا مخفی نگه داشتم چون نمیخواستم آرامش زندگیم به هم بخوره. ولی چند وقت بعد عقدمون دوباره سر و کله بهاره پیدا شد. دروغ چرا؟ منم دلم دوباره هواشو کرده بود. خبت کردم، دوباره رابطمو باهاش شروع کردم و تازه فهمیدم زندگی با عشق چقدر شیرین تره. نمیتونم از زیبا جداشم چون همه روابط زندگیمون به هم میخوره. نمیتونم به بهاره بگم ازدواج کردم و اونو از دست بدم. من تو دوراهی سختی گیر کردم. نفسم از حرفایی که شنیده بودم بند اومده بود. یعنی من از اول یه بازیچه بودم. یه اجبار برای خسرو. صدای نرگس منو به خودم آورد که به خسرو میگفت آها پس بفرمایید هم خدا رو میخواید هم خرما. واقعا چطور تا حالا نفهمیدن شما زن دارید؟ خسرو بازم با مکس جواب داد چون من هنوز نرفتم خواستگاری بهاره. نرگس با تعجب گفت چی؟ بهاره خودش گفت با هم نامزد کردین. خسرو با کلافگی گفت اینجوری گفته که منم بتونم تو مهمونیاتون بیام. بهارم خسته شده از این رابطه بلا تکلیف. نرگس با پوزخند گفت قدیما یادم بهاره یه مدت با یکی بود ولی میگفت خانوادش مخالفن، پس اون شما بودی. حالا برنامه‌تون چیه واسه آینده؟ خسرو با صدای خسته گفت نمیدونم، خودمم گیر کردم. فقط خواهش میکنم فعلا چیزی به زیبا نگید. صدای نرگس نمیومد ولی انگار سر تکون داده بود که خسرو با یه تشکر خشک و خالی رفت. صدا هم قطع شد.
ولی صداهای مغزم تازه شروع شده بود، طوری که دلم میخواست مغزم رو در بیارم بندازم دور تا یکم آروم شه. من از اول اجبار بودم؟ یعنی همه دوستش دارم ها الکی بود؟ یعنی این همه سختگیریاش از روی غیرت نبود؟ فقط میخواست با کسی حرف نزنم که گذشته‌شو نفهمم؟ داشتم دیوونه میشدم. نفهمیدم چقدر دارم گریه میکنم. نرگس و آتوسا مدام به هم زنگ میزدن و پیام میدادن ولی حال جواب دادن نداشتم. نیم ساعت بعد صدای زنگ خونه اومد. خودشون بودن. در رو زدم و دوباره روی مبل ولو شدم. دیگه نای هیچ کاری رو نداشتم. آتوسا رو که دیدم کنارم بغلش کردم و اجازه دادم بغض لعنتیم سرباز کنه. خسرو از بچگی با وجودم عجین شده بود. چطور میتونست به من نارو بزنه؟ چطور میتونستم این ننگ رو تحمل کنم؟ اصلا چطوری باید به بقیه میگفتم؟ نرگس با یه لیوان آبقند نشست کنارم. با ناراحتی گفت داری خودتو از بین میبریزی، با آروم باش. باید بهترین عکس‌العمل رو داشته باشی تا بعداً پشیمون نشی. ببین اگه بابای بهاره بفهمه خسرو زن داره حتی توی محلشونم راش نمیده. یعنی کافیه من برم بهشون بگم همه چی تمومه، ولی همه چی بستگی به تو داره. تو میخوای بازم باهاش زندگی کنی یا نه؟ صدام خشدار شده بود. تو این چند روز که فهمیده بودم حسابی داغون شده بودم. با شنیدن حرفای امروزش دیگه داشتم روانی می شدم. چطور میتونست من رو به اجبار کنار خودش داشته باشه؟ مطمئن بودم دیگه نمیتونم با خسرو زندگی کنم. دیگه حرمتی برام نداشت. با دیدنش فقط داغ دلم تازه میشد. با اطمینان و قصه جواب دادم نه. دیگه نمیتونم تحمل کنم کنارش باشم. من براش فقط یه زن اجباری بودم، نه عشق. پس دیگه جایی تو این زندگی ندارم. فقط قبلش باید خسرو تقاص دل شکسته منو پس بده. آتوسا با شک پرسید میخوای چی کار کنی؟ به میز زل زده بودم. با صدای آرومی گفتم تقاص کاری که با احساسم کرده رو پس میگیرم. نرگس با خنده گفت ایول من که پایتم. با کینه ادامه داد خودم یه تجربه تلخ داشتم. میفهمم الان چه حسی داری. جالب بود. هر ستامون تجربه تلخ نارو رو داشتیم. انگار سرنوشتمون شبیه هم شده بود و به هم گره خورده بود. به نرگس گفتم ببخشید نرگس جون. فقط چند روزه با هم آشنا شدیم ولی به اندازه چند سال بهت زحمت دادم. فقط میشه ازت بخوام یه جوری از زبون بهاره بکشی؟ چرا خسرو یه روز زودتر راه افتاده؟ نرگس اخم شیرینی کرد و گفت برو خجالت بکش. من انگار چند ساله میشناسمت. یه ساعت دیگه از باشگاه میاد بهش زنگ میزنم عزیزم. بعد یکم حرف زدن و پذیرایی ازشون نرگس نگاهی به ساعت انداخت و گفت تا الان دیگه از باشگاه باید بیاد. الان بهش زنگ میزنم. دست و پام یخ کرده بود. حس میکردم قراره چیز ناخوشایندی بشنوم. نرگس بهش زنگ زد و گوشیش رو روی بلندگو گذاشت. بعد 2 تا بوق برداشت. جونم نرگسی؟ پوزخند زدم. چه سر حال، چه خوش خیال، برعکس من. انگار آتوسا فهمید چمه. دستم رو گرفت و فشرد. نفس عمیقی کشیدم و به ادامه صحبتاشون گوش دادم. نرگس ریلکس گفت سلام چطوری؟ بابا انقدر زنگ نزن بهم، مزاحمم نشو. بهاره قشقش خندید و گفت میدونم بی معرفتم، ولی میدونی که چند روز درگیر سفرم. امروزم خسرو قراره بیاد. یه روزه با بچه ها بریم باغ. تو هم میای؟ هممون رفتیم تو فکر. اگه میخواستم کاری کنم الان وقتش بود. به نرگس اشاره کردم بگه چند نفری میرین. نرگس با خنده گفت الان تعارف زدی یا جدی گفتی؟ بهاره هم خندید و گفت دیوونه مگه تعارف دارم باهات؟ چون اکثرا زوج میان گفتم شاید تو دوست نداشته باشی بیای، وگرنه زودتر میگفتم. نرگس پوست لبش رو جوید و گفت
ببین میام، ولی 2 از دوستامم میارم، اشکال که نداره. بهاره با هیجان گفت نه چه اشکالی، خیلی هم عالی. هرچی بیشتر باشیم بیشتر خوش میگذره. پس آدرس رو برات پیامک میکنم. بوس بای. بعد خدافزی باهاش هممون تو فکر رفتیم. آتوسا رو به هم گفت واقعا میخوای الان بریم؟ خنده تلخی کردم و گفتم پس کی؟ بذارم برن کیش خوشگذرانیشونو کنن بعد؟ همین امروز میریم. با داییم میام. نرگس و آتوسا با جیغ گفتن چی؟ ریلکس بلند شدم گفتم الان زنگ میزنم به دایم و بابام بهشون میگم. بیرون شهر یه کاری دارم، ولی چون خسرو نیست اونا باید با هم بیان. بابام که حتما میاد، ولی دایم رو سخت باید راضیش کنم. هر جور شده میارمشون. آبرو براش نمیذارم. جفتشون از نقشم خوششون اومده بود، ولی تو دلم خون گریه میکردم. داشتم سند جدایی ما امضا میکردم، ولی کاری بود که باید انجامش میدادم، هر طوری که شده. آرایش مختصری کردم، بهترین لباسامو پوشیدم. تو همون حین به پدرم زنگ زدم و طبق انتظارم سریع قبول کرد. کلیم ناراحت شد که چرا بهش نگفتم و نرفتم خونشون. بعدش زنگ زدم به دایم. برخلاف انتظارم سریع گفت آره دایی جان، تو جون بخواه عروس گلم. تو نبود خسرو هر کاری از دستم بر بیاد به هم بگو. بغضم گرفت. امروز همه چی تموم می شد. آتوسا و نرگسم می اومدن، ولی با ماشین خودشون. 1 ساعت بعدش من تو ماشین پدرم به همراه داییم تو مسیر باغ بودیم. دایی با اکراه گفت زیبا جان، نمیخوای بگی چه مشکلیه که خارج از شهره؟ با صدای لرزون گفتم یه نفر رو باید ببینید. خواهش میکنم چیزی نپرسید دایی. دایی زیر لب الله اکبری گفت و چیزی نگفت. پدرم آدم کم حرفی بود، برای همین از اول تو سکوت بود. با اخمای در هم جاده رو نگاه میکرد. رسیدیم جلوی باغ. دست و پام به شدت میلرزید. با بسم الله پیاده شدم و رفتم سمت باغ. در نیمه باز بود، چون نرگس و آتوسا زودتر از ما رسیده بودن. در رو براشون باز گذاشته بودن. وارد باغ که شدیم صدای خنده و شوخی و آهنگ می اومد. دایی و پدرم بی حرف مات و مبهوت دنبالم می اومدن داخل باغ. دوره آتیش همه جمع شده بودن. آتوسا از دور اشاره کرد بریم اونجا. با هر قدمی که برمی داشتم به خاطر خسرو آزارم میداد. دیگه داشت تموم می شد. هرچی نزدیکتر می شدیم قلبم بیشتر به لرزه می افتاد. بهاره بازوی خسرو رو گرفته بود. سرش رو به بازوش تکیه داده بود. خسرو با وجود نرگس معذب بود، ولی چیزی نمیتونست بگه. چشمش که به ما افتاد روح از تنش جدا شد. پوزخند زدم. با نگاه سردم به پدرم و پدرش نشونش دادم. داییم با دیدنش با داد گفت مرتی که بی غیرت اینجا چه غلطی میکنی؟ رفت سمتش. سیلی محکمی به گوشش زد که رد دستش رو کنار لپش دیده میشد. بهاره جیغ زد و با پررویی گفت شما حق ندارین با خسرو اینجوری رفتار کنید. گناه من و خسرو چیه؟ عشق؟ علاقه؟ داییم هجوم برد سمتش و گفت دختر بی حیا، خجالت نمیکشی؟ سر سفره پدر و مادرت بزرگ نشدی؟ جلوی زنش میگی عشق؟ میگی علاقه؟ بهاره جا خورد. صدای شکستنش رو منم شنیدم. برگشت سمتم. با دیدنم بدنش شل شد و داشت میافتاد که یکی از دخترای جمع گرفتش. خسرو سرش انداخته بود زیر و هیچی نمیگفت. پدرم با دستای لرزون اما قدمهای استوار رفت سمت خسرو. گفت سرتو بالا بیار. بگیر بالا و ببین زیبا رو. ببین و مرد باش. مرد باشا. آب بشو، برو زیر زمین. خسرو با شرم سرش آورد بالا. نمیدونم چرا، ولی بهش لبخند زدم. با دیدن لبخندم چشماش پر از اشک شد. با بغض گفتم دایی کاش مجبورش نمی کردین با من ازدواج کنه. کاش با ازدواجش با این خانم موافقت می کردین. چرا وقتی می دونستین یکی دیگر رو دوست داره منو وارد زندگیش کردین؟ چرا شخصیت منو نادیده گرفتین؟
دایی با خجالت سرشو پایین انداخت. با شرم مردونه‌ای گفت خدا ازم نگذره. ولی به علی قسم خودش موافق بود که اومدیم خواستگاری. جو اونجا به هم ریخته بود. صدای آهنگ خفه شده بود. آتوسا کنارم وایستاده بود و همه با تعجب و کنجکاوی داشتن ما رو نگاه میکردن. صدای حقحق بهاره به گوشم میرسید. با لبخند تلخی گفتم گریه چرا؟ به هر حال مال تو میشه، نگران نباش. چون من به هیچ وجه کنار یه مرد خائن تو زندگی نمیمونم. خسرو یه قدم جلوتر اومد و گفت زیبا. با چندشی نگاهش کردم و گفتم از صدات حالم به هم میخوره. بهتره دیگه نشنومش. با تعجب نگام کرد. این نسخه منو هیچ وقت ندیده بود. من همیشه یه عاشق فداکار بودم که تقی به توقی میخورد میزدم زیر گریه. ولی دیگه تموم شد. پدرم اومد سمتم. دستم رو گرفت و رو به داییم گفت حسین اگه نمیدونستی گل پسرت هنوز دلش با یکی دیگه است بیا بریم. در غیر این صورت مثل یه مرد نامرد بگو میدونستم و پیش پسرت بمون. دستم رو که کشید دنبالش رفتم. دیگه کاری نداشتم اونجا. حالم هم خوب نبود. نمیخواستم جلوی اون همه آدم بشکنم. همین که تو ماشین نشستیم داییم اومد و نشست. با عصبانیت گفت فقط زود از این خراب شده بریم. تو راه هیچ کس صحبت نکرد. فقط صدای نفسهای عمیق دایی، نفسهای غمگین بابا و آه و غمناک من میومد. گوشیم مدام زنگ میخورد. اسم آتوسا، نرگس و خسرو مدام تکرار میشد. حوصله صحبت با هیچ کدومشون رو نداشتم. همه چی به هم ریخته بود. به محض اینکه خانواده ها فهمیدن همه چی شروع شد. خسرو اومد خونه ما، خانواده دایینا هم بودن. ولی من حرفی باهاشون نداشتم. فقط با داد به خسرو گفتم دیگه حتی از اسم خسرو هم حالم به هم میخوره. پس دیگه نیا، نه ببینمت نه صداتو بشنوم. تو برای من مردی. اصلا واسه چی اومدی ها؟ تو که از نظرت زندگی با عشق خیلی شیرین تره، پس چه مرگته؟ زندایی میونه رو گرفت و گفت عزیز دلم یه خبتی کرده تو بگذر. تو باور نکن حرفاشونو. میخوان زندگیتونو به هم بریزن. با خنده عصبی گفتم دروغ از نظرتون؟ گوشیمو برداشتم و صداشو پخش کردم. با شنیدنش همه هنگ کرده بودن. بعد اینکه تموم شد خسرو با شرم گفت بگم غلط کردم، بگم شکر خوردم، چی بگم تا بگذری؟ با آرامش مصنوعی گفتم فقط یه سوال. چرا الان دنبالمی؟ چرا دنبال برگردوندن من به زندگی نکبتت هستی؟ با کلافگی دست برد تو موهاشو گفت چون تازه فهمیدم از دست دادنت سخته. رفتم جلو و یه سیلی زدم تو گوشش. با صدای دورگه از خشم گفتم اینو زدم که بفهمی زنها اسباب بازی تو نیستن که هر سری با هر کدوم دلت خواست بازی کنی و بندازیشون دور. تو حرفاتو زدی، ناراتم زدی. این بار منم که تصمیم میگیرم برای زندگیمون. از اون ماجراها یک هفته‌ای میگذشت. خسرو هر روز زنگ میزد، پیام میداد ولی جواب نمیدادم. نمیخواستم بلاکش کنم. خوندن التماساش برام لذت بخش بود. نه برای بخشش، برای زجر کشیدنش. میگفت تازه فهمیده بدون من نمیتونه. تازه فهمیده خونه بدون من جهنمه. ولی من این جهنم رو براش لازم میدونستم. هرچند من مطمئن بودم چون بهاره ولش کرده اومده سراغ من. ولی اون اصرار داشت که پشیمونه. یه روز با آتوسا رفتم خونه که وسایلم رو جمع کنم. از شانس بدم خسرو خونه بود. بی توجه بهش رفتم سراغ اتاقم. آتوسا بیرون وایستاده بود و نیومد. خسرو دنبالم اومد و با لحنی که انگار هیچی نشده گفت خوش اومدی به خونه زیبای من. از ته دل زدم زیر خنده. خنده که بهش میگن از گریم غم انگیزتره. وسط خنده گفتم زیبای تو؟ من دیگه زیبای تو نیستم. خسرو دستم رو گرفت و گفت تو رو خدای فرصت دیگه بهم بده، جبران میکنم. دستم رو از دستش کشیدم بیرون و گفتم باشه فرصت میدم.
چشماش برق زد و گفت جدی میگی زیبا؟ لبخند تلخی زدم و گفتم آره، فرصت میدم، شرط داره. سری گفت چه شرطی؟ هر چی باشه قبوله. با ناراحتی و بغض گفتم زمان رو برگردون عقب. پوکر گفت چی؟ تند گفتم میگم زمان لعنتی رو برگردون به عقب. به قبل از شب مهمونی. نه اصلا به قبل از زندگی با خودت. به قبل ازدواجمون. قبل این که بله کوفتی رو بهت بگم. وارد زندگی نکبتت بشم. میتونی؟ منم نمیتونم تو زندگیت باشم. دیگه کاری با همدیگه نداریم. خسرو که ناامید شده بود سر جاش نشست و دستش رو به سرش گرفت. تون تون وسیله هامو گذاشتم داخل ساک و بلند شدم برم که شنیدم گفت تو که بیرحم نبودی زیبا. ببین حال و روزمو. با پوزخند گفتم حال و روز تو گردن من ننداز. اینا به خاطر بهار خانومه نه من. برو راضیش کن با هم زندگی کنین. دیگه تو که بلدی دروغ گفتنو. آره بیرحم نبودم ولی تو منو تبدیل کردی به این آدم. در و محکم به هم زدم و رفتم بیرون. تو ماشین آتوسا شکستم و گریه کردم. دیگه لازم نبود نقاب بی تفاوتی بزنم به چهرم. تصمیممو گرفته بودم. فقط جدایی. هرچی بیشتر میگذشت به جای اینکه آتیش دلم بخوابه شعله ور میشد. خانواده ها سعی داشتن آشتیمون بدن. البته بجز پدرم. اونم موافق جدایی بود. برای همین پشتم بهش گرم بود. رفتم تقاضاشو دادم. ولی قبلش مهریم که داشتم رو گذاشتم اجرا. 14 تا سکه. به خاطر پولش نبود. به خاطر این بود که فقط دلم آروم بشه. همه چی به هم ریخته بود. بین همه بحث و کدورت پیش اومده بود ولی برام اهمیتی نداشت. من زندگیمو باخته بودم. 4 تا دونه فامیل که چیزی نبود. همه چی روی دور تند بود. از نرگس شنیده بودم بهار حالش خیلی بده و دیگه جواب خسرو رو نمیده. قرار شد جوری نشون بدیم که انگار نرگس خیلی خبر نداشته از موضوع تا رابطش با بهار به هم نخوره. هرچی نباشه دوستش بود و قدمت دوستیشون بیشتر از من بود. همین که تونست اون از یه رابطه اشتباه بیرون بکشه دوستی رو در حق بهاره و علل خصوص من تموم کرده بود. پدرم خسرو رو راه نمیداد خونه. مادرم یکی دوباری خواست با هم صحبت کنه بگه بیخیال قضیه و جدایی بشم. برم و دوباره زندگی میکنم. من همه احساس و عشقم و پای کسی گذاشتم که فکرش از اول ازدواج پی کسی دیگه بود. به هیچ وجه یه خطا رو دوباره تکرار نمیکردم. یه هفته از دادگاه گذشته بود که خسرو سر راهم سبز شد. با کلافگی راهمو کج کردم ولی اون ولکن نبود. اومد جلو وایستاد. با حیرت نگاهم کرد. چشماش اشکی بود. تعجب را از تو چشمام خوند و گفت زیبا خودت باش. دلم برای زیبای قبلی تنگ شده. من احمق نادون بودم که ندیدمت. انقدر همیشه خوب و خانوم بودی فکر کردم همیشه اوضاع همینجوری میمونه. تو رو جون هر کی دوست داری بازم باش. تحمل اون خونه و دیواراش وقتی تو نیستی دیوونم میکنه. بعد مدت ها دلم برای چشمای غمگینش لرزید. به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. ته دلم هنوز تهمونده احساسم بهش مونده بود ولی نه اونقدری که بتونم ببخشمش. بی حرف راهمو کشیدم و رفتم. حتی دیگه توان حرف زدن هم نداشتم. از همه چی و همه کس خسته شده بودم. روزهام کسلبار میگذشت. حتی آتوسا و نرگس هم نمیتونستن حالمو عوض کنن. ولی خبری شنیدم که بعد مدتها باعث شد جا بخورم و نگران بشم. دایم سکته کرده بود و توی CCU بستری بود. مادرم وقتی شنید از حال رفت. هممون به هم ریخته بودیم. خسرو دور از همه به دیوار تکیه داده بود و سرشو بهش چسبونده بود. حتما احساس گناه میکرد. همه زیر لب برای سلامتی دایی ذکر میگفتیم و دعا میکردیم. 2-3 روزی CCU موند تا گفتن میتونه منتقل بشه به بخش. خدا رو شکر کردم و خواستم برگردم خونه که گفتن میخواد منو ببینه. همه سنگین نگاهم میکردن به خصوص خسرو.
پشتچشمی براش نازک کردم و رفتم سمت اتاق دایی. با دیدنم به سختی لبخند زد و با صدایی گرفته گفت بیا جلو عزیزم، بیا اینجا بشین. به صندلی کنار تختش اشاره کرد. با قدم‌های سنگین رفتم سمتش. همین که نشستم گفت همیشه آرزو داشتم تو عروسم باشی. راستش از چشمات میخوندم خسرو رو دوست داری. چی بهتر از این؟ عشق تو میتونست برای هر مردی خوشبختی بیاره. خانوم بودی و صبور. از بچگی یه جور دیگه دوستت داشتم. عین دختر خودمی. ولی الان عذاب وجدان داره من از پا در میاره. کاش بهت میگفتم که بهاره‌ای هم وجود داشت. ولی خدای بالا سرم شاهده. وقتی خسرو موافقت کرد و گفت تو رو میخواد، فکرشم نمیکردم هنوز به اون دختر فکر کنه. از اون روزی هم که با هم دیدمشون خواب و خوراک ندارم. الانم نمیخوام بهت فشار بیارم، ولی اگه راه داره بازم خانومی کن و یه فرصت دیگه به این ولد ناخلف من بده. حدس میزدم اینو بگه. با سر پایین افتاده گفتم دایی، احترامتون برام واجب و حرفتونم برام حجته. ولی شما یه بار گول ظاهر خسرو رو خوردین و فکر کردین واقعا منو دوست داره. ولی دیدین چی شد؟ از کجا معلوم دوباره دروغ نگه؟ از کجا معلوم این دفعه جلوز و ولز زدنش به خاطر بهاره نباشه؟ ندایی. نمیتونم روی زندگیم گمار کنم. یه بار فکر کردم تصمیم درست رو گرفتم. عاشق پسر شما شدم. ولی دیگه نمیخوام باقی زندگیمو با شک و تردید زندگی کنم. دایی چشماش بیفروغ شد. با غم گفت باشه دایی جان، امیدوارم خوشبخت باشی. با گریه خداحافظی کردم و زدم بیرون. هر چقدر خسرو صدام زد جوابش رو ندادم. به سرعت میرفتم. حتی نمیدونستم کجا دارم میرم. اونقدر راه افتادم رفتم که پام درد کرد. یا آژانس گرفتم رفتم خونه. بعد کلی دنگ و فنگ کارهای اداری بالاخره خسرو کوتاه اومد. دیگه مهریم نمیخواستم. فقط میخواستم همه چی تموم شه. از بلا تکلیفی خسته شده بودم. روزی که رفتیم محضر برای جدایی بدترین روز زندگیم بود. خسرو با ظاهری که اصلا شبیه گذشته ها نبود، با چشمای قرمز و گود افتاده پای دفتر رو امضا کرد. حلقه رو که بهش پس دادم با صدای ضعیفی گفت حلقه تو بهت پس نمیدم، تو هم نده. این آخرین خواسته ای منه. بذار ته دلم امید داشته باشم. خواستم چیزی بگم که گفت خواهش میکنم زیبا. اگه اینجام به خاطر اینه که پدرم قسمم داد که راحتت بذارم. ولی من این حلقه رو هیچ وقت از دستم در نمیارم. با طنه گفتم چی شده؟ یه شبه عاشقم شدی؟ لبخند غمگینی زد و گفت اشتباه نکن. من تو رو دوست داشتم. فقط چون از گذشته عقده داشتم فکر میکردم اون راه درسته و باید با اون باشم. ولی همونطور که همه عشق تو یه شبه به تنفر تبدیل شد، دوست داشتن من نسبت به تو هم وقتی فهمیدم دارم از دستت میدم به عشق تبدیل شد. اونقدر که دیگه اسم اونو هم نمیخوام به زبون بیارم. دلم داشت میترکید. ولی وقت کم آوردن نبود. حرفاشو بی جواب گذاشتم و اومدم بیرون. باید حالم خوب میشد. ولی نشد. سخت بود اعترافش. ولی انگار یه تیکه از وجودم و تو اون محضر جا گذاشتم. حلقه‌ای که ازم پس نگرفت هنوز تو دستم بود. چرا درش نمی آوردم؟ چرا حالم خوب نبود؟ از اون روز به مدت یه هفته مریض تو رخت خواب افتاده بودم. همش تب داشتم و هزیون میگفتم. طوری حالم بد شده بود که به خسرو گفتن بیاد به دیدنم. وقتی که از در اومد به خیال اینکه همه گذشته فقط یه خواب بوده با بغض گفتم اومدی خسرو؟ یه خواب بد دیدم. خواب دیدم بهم خیانت کردی و از هم جدا شدیم. چشمام اشکی بود. اومد سمتم. از جا نیمخیز شدم. بغلش کردم. یادم نبود دیگه محرمش نیستم. جوری منو به خودش میفشرد که انگار میخواست تو هم حل بشیم. تازه داشتم به آرامش میرسیدم که با حرفی که زد انگار از بالای یه ساختمون 100 طبقه افتادم زمین. عزیز دلم چرا ازم جدا شدی؟ چرا به خودت و خودم انقدر سخت گرفتی ها؟
تازه فهمیدم همه چی واقعیت داشته. از بغلش اومدم بیرون، با حسرت به هم دیگه نگاه میکردیم. خیلی سخته هنوز دوستش داشته باشی ولی دیگه نتونی کنارش بمونی. با صدای گرفته گفتم برو خسرو برو. از اون شب به بعد شدم یه آدم دیگه. بیشتر وقتا تو اتاقم بودم و سکوت رو به شلوغی ترجیح میدادم. انگار روحمو از دست داده بودم. تو هیچ مهمونی خانوادگی شرکت نمی کردم که اتفاقی چشمم به خانواده دایی نیفته. اونقدر حالم بد بود که روز به روز بدتر می شد. آتوسا به دادم رسید. منو برد پیش روانشناس. اونم تشخیص داده بود افسردگی دارم و باید برم پیش روانپزشک تا قرص تجویز کنه. با مصرف قرصا کمی گیج و خوابالود می شدم ولی رفته رفته حالم بهتر می شد. هرچند هیچ وقت دیگه به زیبای قبلی تبدیل نشدم ولی دیگه افسرده‌ام نبودم. هنوز که هنوزه دورادور خبر خسرو رو میگیرم. یکی دوبار اتفاقی دیدمش که با دیدن حلقه ازدواجمون تو دستش دلم یه جوری شد. منم هنوز حلقم رو نگه داشته بودم ولی دستم نمینداختمش. 2 سال از اون ماجرا گذشت. من توی شرکت مشغول کار شدم. خسرو هم مغازش رو گسترش داده. هنوز گاهی از دور میرم میبینمش. با وجود ناروش هنوز نمیتونم به کسی جز اون فکر کنم. 1-2 تا خواستگار برام اومده و مادرم بهم گفته که اونقدر سرش جیغ و داد کردم پشیمون شد. داییم و مادرم با هم در ارتباطن ولی به خاطر من نمیان خونمون. گاهی با خودم میگم یعنی جداییم اشتباه بود ولی به نتیجه‌ای نمیرسم. از طرفی حسم به خسرو هنوز سر جاشه. از طرف دیگه ناروشم از یادم نمیره. هرچی که بود الان هر کدوم کار خودمونو داریم ولی زندگی نه. هر دومون هنوز به گذشته تعلق خاطر داریم و من ادامه زندگیمو سپردم به زمان تا ببینم برام چه خوابایی دیده. ممنونم که تا انتهای این داستان همراهم بودید. حالا دوست دارم نظر واقعی شما رو بدونم. اگه جای من بودید، امیدوارم هیچ وقت نباشید، فکر میکنید تصمیمی که گرفتم درست بود یا اشتباه؟ شما چی کار میکردید؟ حتما برام توی نظرات بنویسید چون مشتاقم دیدگاه‌های مختلفتون رو بخونم. اگه از این داستان خوشتون اومد لطفاً لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله اعلان رو فعال کنید تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندید. ممنون از همراهی ارزشمندتون. تا داستان بعدی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.